اسم من سید عبدالواحد سادات، یکی از مؤسسین زعفران و معاون اتحادیه زعفران افغانستان و یکی از اساسگزاران زعفران در افغانستان. زعفران افغانستان 95% ولایت هرات تشکیل میده، چون در اون جگاه کشت شده. و سال گذشته در حدود 35 تن زعفران ما در ولایت هرات برداشت داشتیم. سلام دوستای عزیز، شما میفهمید که زعفران افغانستان در تمام دنیا مشهور است. حالا آمدیم به یکی از غرفه هایی که اینجا زعفران اینا به فروش میرسند. میریم ازشان میپرسیم که زعفران چند نوع است، چه قسم تولید میشه و با کدام کشورها اینا صادر میکنه. سلام برادر. سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده‌هایی که ما و شما رو میبینن از این چینل. میشه خود معرفی کنید؟ نام من که حاجی نعیم پوپل هستم، رئیس شرکت زعفران هرات فروشنج. بر ما در مورد محصولتان زعفران معلومات بدین، چند نوع است و در کجا تولید؟ در قدم اول که شما رو خوش آمدید میگم. در قدم دوم زعفران که است به تمام افغانستان در ولایت هرات میشه، چون مردم هرات با این کشت زعفران زیاد آشنایی دارن و بلدیت دارن. به او خاطر و یک آب و هوای هرات و خاک هرات با این کشت به حساب چی داره، هماهنگی داره، یعنی یک حاصل خوب میده خاک هرات. دیگه تنها 34 ولایت افغانستان تنها به هرات کشت میشه و زیادترین محصول میده و زیادترین تولید میده. و دیگه ولایت هم اکثر ولایت ها کشت میشه، ولی متاسفانه که اونا زیاد بلد نیستن، نمیتونن که یک زعفران خوب اونا تولید کنن. خب به کدام کشورها شما زعفران صادر میکنید؟ زعفران افغانستان به تمام کشورهای جهانی صادر میشه که الحمدلله برای نومین باره که مقام اول در سطح دنیا گرفته زعفران افغانستان. و زیادترین صادرات از به کشور عربستان است، دیگه به کشور هندوستان اینا زیادترین صادرات داره، به کشور آمریکا صادر میشه، به آلمان میشه، به فرانسه میشه، به تمام کشورها دنیا میشه، هیچ کدام مشکل نداره. و زیادترین صادرات از به عربستان سعودی و هندوستان است. شرکت تولیدی که زعفران تولید میکنن چند نفر کارمند شما؟ خب کارمند شرکت ها نظر به مو کارکرد شرکت است. مثلا وقتی گلدهی، وقتی چیدن گل چیزا که است، یک شرکت زیاد به نفر و کارمند نیاز دارد. وقتی که مثلا باز گل چیزا چیده شد، کارمندا کمتر میشه، بحث توزیع و چیزا میشه، باز کارمند یک شرکت کم میشه. نظر به نیاز شرکت است. هر شرکت کلان باشه کارمندش هم زیادتر است. میشه چند نوع زعفران برای بینندگان نشان بدین و معرفی کنید؟ زعفران که است چند نوع دارد. زعفران اعلی سوپر نگین است، زعفران نگین است، زعفران پوشالی است، زعفران دسته است. اینی زعفران است که به تمام جهان مشهوره، همه مردم میره میشناسن، کسایی که استفاده میکنن. و ما امروز که در این نمایشگاه شرکت کردیم، ما همو اعلی‌ترین زعفران یا همو زعفران سوپر نگین اینجا آوردیم، چون نمایشگاه است. بس از این است که ما را سمپل میدیم، جنس 2 و 3 ما نآوردیم، فقط تنها جنس اول آوردیم که میشه شما ویدیو از اون بگیریم یا عکس از اون بگیریم به بیننده نشون بدیم. یعنی بهترین زعفران، زعفران سوپر نگین، زعفران تازه است، تولید همین سال است. خب در آخر کدام گفتنی دارین میشه بگوین کاملی مداخله؟ در آخر می گفتنی دارم از تمام ملت مجاهد و شهیدپرور افغانستان. ما همین خواهش داریم که از محصولات وطنی خود حمایت کنن. حمایت یعنی چی؟ یعنی استفاده کنن. زعفران یک چیزی است که بسیار زیاد مفاد داره، ولی ما از مفاد و فایده از این خبر نداریم، هیچ استفاده نمیکنیم. حتی ما میتونیم بگیم که 2% هم تولید ما و شما داخل خود کشور ما استفاده نمیشه، چون مردم از مزایا از مفیدیت از با خبر نیستن. ما همین خواهش داریم که خود آگاه کنم که هم برای خود اینا فایده داره و هم سطح اقتصاد دیگان یا همون فروشنده یا همون کسی که کار زعفران میکنه بالا میره. وقتی که سطح یک دیگان بالا رفت، سطح اقتصاد یک مملکت بالا میره. درست است. ما همین خواهشی داریم که از این طلای خالص سرخ افغانستان همه مردم با شما استفاده کنن، کنار هر دسترخوان باشه. سلامت باشید. خب دوستا، این بود گزارش ما از سومین نمایشگاه امام ابانی. تا گزارش بعدی تمامتان را به خداوند پاک می‌سپارم.